سلام دوستای عزیز. یک تحلیل ساده از روی بیت کوین رو میخوام برای شما مفصل و ساده برای شما توضیح بدم که بیت کوین چه هدفهایی را دارد و چه تارگت هایی را شما باید مورد نظر بگیرید. دوستای عزیز، چند گفتنی است که برای شما باید بگویم. چند وقت شده بود که مثلا میگفتن بیت کوین به خاطر این حرکت امکان ریزش وجود دارد از این نقطه و همین ریزشی که این چند روز اخیر اتفاق افتاده بود توجه خیلی را جلب کرده بود و میگفتن که مثلا امکان این که بیت کوین کاملا ریزش شود خیلی زیاد است، ولی این نظریه کاملا اشتباه است و شما باید اول تحلیل ها را انجام بدید و همچنین لیکویدیشن هیت مپ و خبرها را بسیار زیاد دنبال کنید. اینجا دوستای عزیز، همانطور که شما میبینید ما یک سپورت بسیار محکم را داریم که بیت کوین دوبار برخورد داشته. اینجا ما یک شکست را داریم، ولی اگر توی تایم فریم پایین تر برید شما برخورد را هم میبینید از اینجا، چون اینجا قشنگ دیده میشود. این برای من یک رنج هست. اگر توی تایم فریم پایین تر برید این رنج یک رنج بسیار محکم هست از اینجا. حالا دوستای عزیز، دوباره به این طرف ما برمیگردیم. من این رو یک بار پاک کنم و اینجا دوستای عزیز حرکت بیت کوین دقیقاً به طرف همین سپورت حرکت میکنه، ولی بالاتر ما یک سپورت دیگر داریم و همچنین رزیستنی که بهش برخورد داشتیم و با یک سوینگ دوباره به طرف پایین حرکت میکنیم. اگر بیت کوین دوباره از اینجا برگشت بزند، ما میتونیم امکان مثلا رد کردن این افگی هم وجود دارد و حتی رنج داخل این زون. من به چند دلیل برای شما میگم که امکان از برگشت از اینجا وجود دارد از 111,000، به خاطر اینکه لیکویدیشن هیت مپ را من یک بار نگاه کردم. اینجا شما یک بار لیکویدیشن هیت مپ را نگاه کنید. اینجا ما روی قیمت 111,264 میلیون استاپ لاس را داریم و بیت کوین را هم به طرف همین استاپ لاس ها حرکت میکند، دقیقاً زیر این سپورت زرد رنگ. به خاطر همین میگم امکان برگشت از اینجا وجود دارد، ولی چیزی که من مورد نظرم قرار گذاشتم این سپورت آبی رنگ هست. اگر شما بخواید مثلا پوزیشن لانگ بگیرید، باید این دو زون را خیلی خیلی توجه داشته باشین. حالا اگر بیت کوین بتواند این رزیستن بعدی 123,000 را بشکند، ما به طرف تارگت های بعدی میرویم 135,000 تا 149,000. ولی این روندها یک دفعه ایجاد نمی شود و زمان بر است. و همچنین اینو به شما بدن، اگر مثلا بیت کوین تارگت های بزرگ را بزند، امکان پول بک قوی و رنج بازار هم وجود دارد. پس شما نباید مثلا یک دفعه مثلا توقع داشته باشین که بازار یک دفعه به همون تارگت ها برخورد کند و به شما سود بدهد. با خاطر همین میگم شما باید فقط زون هایی را مورد نظر بگیرید که بازار بیشتر به اون سقف هدف دارد. فعلا هدفی که بیت کوین دارد این است که مثلا به این کف دوباره برسد و هم امکان این وجود دارد که ما بتوانیم مثلا لوی بعدی را بشکنیم و دوباره به طرف بالا بریم. تا فعلا ما یک بار لوی قبلی را شکسته بودیم که بیت کوین دوباره روند صعودی را انجام داد، ولی تا آخر صعودی نبود. هایر های و لویر های و لویر لو انجام داد، ولی امکان لویر لوی بعدی فکر نکنم باشد، به خاطر اینکه اگر لویر لوی بعدی را انجام داد باید بتواند این سقف این لوی بعدی را بشکند، کاملا بشکند و دوباره لویر لو انجام بدهد. این منطقی است. حالا دوستای عزیز، این تحلیل از روی بیت کوین بود. یک بار روی طلا بریم، چون من خودم یک پوزیشن روی طلا دارم و هنوز بسته نکردم. اینجا دوستای عزیز، من یک پوزیشن از اینجا باز کردم. اینجا من پوزیشن خودم رو بسته کردم توی این منطقه. بعد از اینکه طلا دوباره سعودی شد، من دوباره پوزیشن لانگ گرفتم از اینجا. فعلا هم یک ریزش داریم، ولی این ریزش، این پول بک از این یک اصلاح قیمت است. اگر روی یک ساعته بریم الان، ما دوباره
از اینجا برخورد داشتیم به این زون طلایی و برگشت به طرف بالاست. تا فردا اگر بتانیم این رزستن بعدی را قبلی را بشکنیم، این برای ما یک محکم کاری به طرف 3900 است. طلا دو تا تارگت خیلی بزرگ دارد. تارگت اول روی 3900 و تارگت دوم تا 3400 هست. از این دو زون ما میتونیم مثلا ریزش بزرگ را ببینیم. اینم تحلیل از روی طلا بود. امیدوارم از این ویدیو خوشتان آمده باشد. برای ویدیوی بیشتر و همچنین یادگیری تحلیل صحیح این ویدیو رو لایک و همچنین برای دوستان خود شیر کنید. خب دوستان عزیز، تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار شما.